60 سالگی سازمان پر افتخارمون این شجره طیبه رو به شما و شیر همیشه بیدار تبریک میگم. این بالندگی بی انتها. به نظرم این 60 سالگی نماد میتوان و باید است. بیش از نیم سده که راه اومدیم را میخوام به طور ویژه به همه زندانیان مقاوم و شورشی و زنان در زنجیرمون مبارک بگم. صحبت بر چهره‌های پرنور شما جوانانی که به سازمان رو میارین به من این پیامو میده که در مقابل همه پلیدی‌ها و خاموشی‌های بورژوازی و ارتجاع اما درخشندگی و زلالیت نسل‌های بعدی است یقین دوباره و که به کمال پیداست. گمشده ما فقط در این سازمان پیدا میشه. چون یاد گرفتیم برای آزادی باید بنیان قوی از ارزش‌های صادقانه انسانی داشت که درست در همین تشکیلات 60 ساله مجاهدین پیداست. با شادمانی از صمیم دل به یکایک اشرف نشان‌ها میگم قلبتون روشن‌تر، هر روزتون قوی‌تر. به هواداران بیقرار که از نیازها و وقت خودتون میگذرین برای رسیدن به تعهدات سخت جنبش. خودم هم در یکی از همون پایگاه‌ها بود با آگاهی پیدا کردن نسبت به راهی که اعضای سازمان طی کرده بودن برای کشوندن ابلیس از ماه به چاه و دیدن چهره‌های شهدا بود که مسیرم را انتخاب کردم. مادرم برام تعریف کرد اسم خودم شهابه به یاد شهید شهابه سلیمان بنایی که سال 63 اعدام شد، همون سالی که خودم به دنیا اومدم. خیلی ها مثل من نام یک ستاره میهن خودمون را نمایندگی میکنن. یکی از رسمای ما که نمیذاره حقیقت ایران زمین هرگز فراموش بشه. برای من شکر و افتخار همواره است که درون این کشتی طوفان زده پاروزنان به سوی آزادی و آن سبز و سفید و قرمز باشم.